دوستان سلام، به کانال پارادوکسیلین خوش اومدید. امروز میخوایم به دو خاطره شهریار شاعر و عارف قزوینی و ایرج میرزای شاعر بپردازیم. یه مثلث عجیب با ادبیات‌ها و شخصیت‌های کاملا متفاوت. بشنویم اون خاطرات رو. اسم این ویدیو شهریار، عارف و ایرج میرزا. صحبت از شعرای معاصر هر از گاهی بزم ما را گرم می‌کرد. این بار ذکر خیر در مورد عارف قزوینی، شاعر و تصنیف ساز و خواننده نامی ایران بود. استاد فرمودند: عارف شاعری وطن پرست و بسیار حساس بود. به دلیل همین حساسیت بیش از حد دوستانش از او آزرده خاطر می گشتند. طبع لطیفی داشت که اگر فداکاری نمی کرد و اصلاح اجتماعی را به تمایلات فردیش ترجیح نمی داد، مسلماً یکی از چهره‌های بزرگ ادب ایران می شد. واقعاً ایرج میرزا زمانی که عارف نامه را ساخت گناه بزرگی را مرتکب شد که بعدها خود ایرج میرزا از ساختن عارف نامه سخت پشیمان شده بود و بارها این پشیمانی را اظهار میکرد. در سال 1306 غزلی با یک ردیف و قافیه بین من و عارف به مسابقه گذاشته شد. ایشان مرحوم حضرت سروش و من نیز مرحوم حضرت شیدوش را که هر دو از اساتید سخن آن زمان بودند به داوری برگزیدیم. من برنده شدم، اما به احترام مرحوم عارف جایزه را که عبای خزی بود تقدیم ایشان نمودم که مرحوم عارف در غزلشان به این حقیقت اقرار می‌کنند. و اما شعر من، دولت جاوید: دوش گیسوی تو را ریخته دیدم بر دوش، خاطر آشفتم امشب ز پریشانی دوش. عجب از رشته عقلی که نپیچد در پای، زان سیه سلسله گیسو که تو داری بر دوش. گردش جام ازل گر صفت نرگس توست، مگر از خواب ابد چشم بمالد مدهوش. لعل خاموش تو آرد به خروشم آری، بلبل از غنچه خندان نشکیبد خاموش. آب چون آتش می خواهم و در دیده کنم، باد اگر آوردم خاک ره باد فروش. گرچه درویشم و مسکین تو در آغوش من آی، تا مرا دولت پاینده کشد در آغوش. به شب وصل تو آفاق خبر خواهم کرد، به دف و چنگ و نی و قلقله نوشانوش. من اگر تار سر زلف تو گیرم در چنگ، تار در ناله رود چنگ در آید به خروش. گر دلت سنگ بخوانم نزنم نیش زبان، تشنه جز سنگ نبیند به دل چشمه نوش. بخت اگر یار شود رخت به سوی تو کشم، بخت اگر یار شود رخت به سوی تو کشم. من سرگشتی طوفان زده خانه به دوش، در دندان تو و غنچه خندان تو را، پای تا سر همه چشمیم و سراپا همه گوش. شهریار غزلم شهره چو ماه و خورشید، گفتم این نغز غزل تا چه پسندد شیدوش. روزی طبق معمول در خدمت استاد بودم. سخن از شعرای معاصر دوران جوانی استاد به میان آمد. در ضمن از ایرج میرزا شاعر معروف نیز سخن به میان آمد. استاد آشنایی خود را با ایرج میرزا چنین نقل کردند: در سال 1304 در 19 سالگی توسط مرحوم استاد ملک الشعرای بهار به خدمت مرحوم ایرج میرزا رسیدیم. پس از اینکه مرحوم ملک الشعرا مرا به ایرج معرفی کرد، پس از کسب اجازه غزل شهریاری من را که تازه ساخته بودم برای اولین بار در حضورشان خواندم. مرحوم ایرج میرزا پس از استماع غزل فرمودند: شما از ما نیستید، در ردیف حافظ بزرگ هستید. این افتخاری بود که ایرج مرحوم به من داد. حاضرین هم که تماما اهل ادب بودند متفقاً گفته این مرحوم ایرج را تصدیق فرمودند. غزل شهریاری من: جز من به شهر یار کسی شهریار نیست، شهری به شاه پروری شهر یار نیست. در بارگاه سلطنت فقر شاه را، بندن در به رخ که به دربار بار نیست. من طایر بهشتم و اما در این قفس
حالی اسیر عشقم و جای فرار نیست. برگ خزان به زردی رخسار من مباد، ای گل که در طراوت رویت بهار نیست. از خون لاله بر ورق گل نوشتند، کاوخ به عهد لاله رخان اعتبار نیست. شاهد شوی ستاره که آن مست خواب ناز، آگه ز حال عاشق شب زنده دار نیست. گویند مرگ سخت بود، راست گفتند. سخت است ولی سخت‌تر از انتظار نیست. از روزگار عاطفه هرگز طمع مدار، اصلا نشان عاطفه در روزگار نیست. منصور زنده یاد که در پای دار گفت، آسان گذر ز جان که جهان پایدار نیست. جان پرور است زندگی شهریار، ولیک جز غم به شهریار در این شهر یار نیست. سال 1345 خویشان و نزدیکان مقیم تهران برای شهریار یک مهمانی ترتیب دادند. مجلس خانوادگی بود. جنب و جوش زیادی در آنجا بود. حاضرین بسیار خوشحال بودند که شهریار را در جمع خود دارند. چند دختر خانم زیبا و خوشرفتار خدمتگزاری مجلس را به عهده داشتند. یکی از آنها بسیار دلربا و جذاب بود و پروانه‌وار دور شهریار می‌گردید و خدمت می‌کرد. شهریار اگرچه حال و هوای دوران جوانیش را نداشت، اما هنوز هم هر جا منظری زیبا و سیمایی دلربا می‌دید، تغزلش فوران می‌کرد. متوجه شدم که مسرتی در چهره استاد به وجود آمد. قلم و کاغذ در دست گرفتند و در مدت نیم ساعت این غزل را ساختند. ای زن، تو لیلی وش چو بنشینی به محمل، محمل آرایی. چو از محمل فرودایی به منزل، منزل آرایی. به هر زورق نشینی چون شفق دریا کنی روشن، به هر ساحل رسی چون سرو و سوسن ساحل آرایی. تو ماهی شب به هر بامی برایی عالم افروزی، تو شمعی پا به هر محفل گذاری محفل آرایی. نه تنها چشمه آب گلم داری جهان افروز، که بیرون از جهانم نشأه جان و دل آرایی. تو را این جلوه عشق از جهان جان و دل دادند، که چون شمع طرب غمخانه آب و گل آرایی. جهان از رنگ غم بدگل شود چون روی زنگی ها، تویی که از شوخ و شنگی ها جهانی خوشگل آرایی. به هر ناخن که رنگین می کنی چون گل مازالله، به خون عاشقان خنجر به دست قاتل آرایی. به شاخ ارغوان خندم که پوشد پیرهن چون تو، مگر پوشیده ماند حق که روی باطل آرایی. جمال معنوی باید، بگو زهد ریایی را، صفایی کن به دل حاصل که رخ بی حاصل آرایی. تو را مشکل به پای خوان خود بینم که میدانم، تو شاهی کلبه درویش مسکین مشکل آرایی. غزال چشم مستت گو بچر در مرغزار شعر، که گلزار غزل از شهریار بیدل آرایی. شور و هیجان زیادی به حاضرین دست داد. سیمایی معنوی استاد جمالی معنوی به مجلس بخشید. کسی را قدرت آن نبود که تحت تأثیر این غزل قرار نگیرد. بیشتر دختر خانم ها سعی می کردند بیانات استاد را در رفتارشان نشان بدهند. دوستان، در اینجا به پایان این دو خاطره و ویدیوی امروزمون میرسیم. نظرات و انتقادات خودتون رو از طریق کامنت ها با ما مطرح کنید. تا یک ویدیو و یک خاطره دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. وقتتون بخیر و به امید دیدار.